ای که با نام تو جهان آغاز شد، دفتر ما هم به نامت باز شد. دفتری که از نام تو زیور گرفت، کار آن از چرخ بالاتر گرفت. سلام دوستان عزیز، حالتون چطوره؟ امیدوارم که حالتون عالی باشه. دوستان عزیز، نکات ارزشمندی که در این ویدیو به شما گفته میشه حاصل سالیان سال و حتی قرنها تجربه از بزرگان هست که در مسیر رشد قهرمانی و در مسیر رشد پهلوانی اونا رو به کار گرفتن تا تونستند بزرگانی باشند که دیگر کشتیگیران قهرمان و پهلوان و جوانمرد و جویای نام جای پای اونا بذارند. افتادگی آموز اگر طالب فیضی، هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. بسم الله الرحمن الرحیم. هرچی یه درخت میوه و بارش و ثمرش بیشتر میشه، آبدارتر میشه، اون درخت زیبایی های خاصی به خودش میگیره. اون درخت جلوه ای از ثمره میوه های خودش که در ریشه اون در زمین دوونده شده و انرژی رو از دل خاک بیرون کشیده و به اون میوه ها رسونده نشون میده. دوستان عزیز، مسیر رشد قهرمانی در کشتی بنا به خصلت‌های پهلوانی و جوانمردی با هم پیوسته و همگام هستند. ما داریم کشتیگیرانی که اصلا هیچ گونه خصلت‌هایی از جوانمردی و پهلوانی ندارن، مدال هم میگیرن. باور کنید ما خیلی رو داریم که مدال گرفتن ولی اسمی از اونا در طول سالیان سال حتی برده نمیشه و فکر میکنن در حق اونا اجحاف شده. اما اینطوری نیست. چرا؟ چون ریشه های اخلاق و جوانمردی و بزرگی در اون کشتیگیر در ریشه های شاخصه ها و اخلاق و جوانمردی و پهلوانی بزرگان نبوده. به خاطر این رفتار و منش و عملکرد اون کشتیگیر بر اساس ریشه های اخلاق نبوده و اسم اون کشتیگیر در سالیان سال اصلا فراموش میشه و به خاطر اینکه
کشتیگیر فراموش نشه و بتونه در واقع اسم خودش رو در تاریخ موندگار کنه، باید ریشه های اخلاق و خصلت های جوانمردی در دوران خردسالی، نونهالی و نوجوانی و جوانی در اون کشتیگیر به وجود بیارن و کسی که این علم مهندسی پهلوانی و جوانمردی و خصلت ها و عواطف اونها رو در اون کشتیگیران به وجود میاره در واقع مربیان بزرگی هستن که پا جای پای بزرگان گذاشتن و یا حتی از خصلت‌ها و منش‌ها و شاخصه‌های جوانمردی و پهلوانی اون بزرگان نشأت گرفتند و اونا منابع اون مربیان بودند که از اون مربیان به عنوان منبع انرژی در واقع استفاده کردند تا کشتیگیران بزرگی تحویل جامعه دادند. بهترین و بزرگترین معلم اخلاق که خصلت‌های پهلوانی و جوانمردی رو در خودش همه یک جا داشت، اون کسی نبود جز حضرت علی علیه السلام، چون که بزرگانی هم مثل پوریای ولی و جهان پهلوان تختی پا جای پای بزرگانی مثل در واقع بزرگان پهلوانی و خصلت‌ها و جوانمردی‌های بزرگان و از انرژی و خصلت‌های اونا در واقع تأثیر گرفتند. دوستان عزیز، به خاطر همین کشتیگیران باید با نگاه به حضرت امام علی علیه السلام و پهلوانان به نام ایران زمین نگرش پهلوانانه و خصلت‌های جوانمردی رو در خودشون به وجود بیارن تا در طی سالیان سال الگویی برای یک باشگاه، یک شهر و یا استان و حتی کشورشون باشن. و البته این رشد اتفاق خواهد افتاد مگر اینکه یک مربی که کاربلد و ارزشمند باشه و قهرمانان و پهلوانان زیادی رو دیده باشه که خصلت‌های جوانمردی و پهلوانی رو در خودشون در واقع یدک کشیدن و در خودشون داشتن و در اخلاق و در جوانمردی اونها در واقع دیگران را در واقع روی دیگران تأثیر گذاشتن و اونها در سال زندگی ورزشی خودشون اون اخلاق و اون جوانمردی ها رو به کار گرفتن. مربیان خوب میتونن از اون منابع انرژی بزرگان استفاده کنند و مسیرهای رشد و پرورش و خصلت‌های جوانمردی رو در خودشون به وجود بیارن. میدونیم که این خصلت‌ها و این شاخصه‌ها در دوران خردسالی و نونهالی و نوجوانی روی بچه‌ها خیلی بهتر و عمیق‌تر تأثیرپذیر هست. و حضور شما عرض کنم که ببخشید در واقع شاخصه‌های اخلاق، روی خوش و مهربانی بدون اینکه از کسی توقع یا در واقع جلب توجه بکنیم و در واقع بدون اینکه از کسی توقعی داشته باشیم باید مهربون باشیم و به منابع انرژی بزرگان متصل باشیم و بدونیم که چرا این تأثیرات انرژی از ما داره ارتعاش میشه و شاخصه‌های جوانمردی عبارتند از گذشت، فداکاری، اخلاق نیک و کمک کردن بدون توقع و شاخصه‌های در واقع پهلوانی عبارتند از خصلت‌های اخلاق خوب، خصلت‌های جوانمردی، گذشت، بخشش بدون هیچ گونه چشم داشت. البته یک کشتیگیر تا رسیدن به قهرمانی باید این شاخصه‌ها رو در خودش به وجود بیاره و نگرشی در واقع و ذهنیتی در واقع به منابع بزرگانی که الگوی خودش میکنه در مسیر داشته باشه و به اونها متصل باشه و از خداوند تبارک و تعالی کمک بگیره و بر خدا توکل کنه تا در این مسیر اونو هدایت کنه و بهش کمک بکنه. من امیدوارم که همه دوستانی که با ما همراه هستن و این ویدیو رو تماشا کردن نکات ارزشمند این ویدیو رو در واقع یادداشت کنن و از این نکات در مسیر قهرمانی و در مسیر پهلوانی و حتی در زندگیشون این الگوها و این نکات ارزشمند رو به کار بگیرند
و حتی این نکات میتونن حتی مسیر ذهنی و زندگی یک نفر و یک خانواده رو حتی تغییر بده. دوستان عزیز، اگر از این ویدیو خوشتون اومد لطفاً ویدیو رو لایک کنید. اگر هنوز مشترک نشدید دکمه مشترک یا سابسکرایب رو بزنید و دکمه زنگوله کنارش هم بزنید. اگر ما ویدیویی تولید کردیم و در واقع در کانال بارگذاری کردیم به شما اطلاع داده بشه و انشالله شما اون ویدیو رو ملاحظه خواهید کرد. قربان شما، خدا نگهدار.